ببینیم پیش خودتون میگیم واو چقدر خفن، چه شیب پیمایی، عجب ماشین چینی. حالا من به کاری پارسال چین کرد، بنز کرده بود، من ازش ویدیو گرفتم. ببینید اینا چیکار کردن. این جنس مسیر ببینید چقدر تیزه. بعد تازه اون استپرار هم گذاشتن. اینا میکنه میره بالا، ولی کدوم مسیر ماسه‌ای اینه؟ بعد حالا تایرش هم ببینید، میشلن زیرش، میشلن پایلوت اسپورت ایوی. بله با این تایرها شما هیچ جا نمیتونی بری، چون تایرهای برقی چسبندگی پایینن. چرا چسبندگی پایینن؟ در واقع آفرودشون ضعیفه، به خاطر اینکه بتونن کمترین میزان مصرف بنزین رو داشته باشن. بنابراین برای آفرود خیلی نباید جواب بدن. میبینی که اصلا دندونه و عاج زیادی هم ندارن اینا. هر چی کار میکنیم تقلب میکنیم، اینو میسازیم، همه میره بالا. واو ما چه کردیم، همه رو دیوونه کردیم، خبری نیست، فیک.